به به لاکن چه و چه، شاخشم شاد زردالوی بلاگی، تو هم گذرت به این طرف ها افتاد. چطوری گوگل مگولی؟ الفدایی داری ناز تو برم الحیولا. اومدم اینجا خلیفه جهنمیا بشم. میگن تمام جک و جونورها اینجا الجمع شدن، از الهاشمی رفسنجانی تا الهاشمی شاهرودی، المکارم شیرازی هم که تو راهه. چی؟ آمدی چه غلطی بکنی؟ خلافت؟ خیلی خری. ولی امر همه جهنمیا یه نفر بیشتر نیست، اونم امام خوبی ها، توپل ها، خفن ترین خفن ها، هیولا ترین هیولا ها، امام خمینی، یعنی خود منم. برو بینیم بابا الترشک. تو مثل این که حواست نیست با کی داری صحبت میکنی ها. به من میگن الابوبکر البغدادی، اند همه تروریستا. من هنوز نیومده هیتلر اومده دستبوسم. اگه بخوای پر رو بازی در بیاری زامن کمربند انفجاری رو میکشم ولایت جهنمی تو به دود میدم ها. تروریست کی بودی تو؟ لاکن آن موقع که تو به سیب زمینی میگفتی دیب دمنی، اسم من امام تروریستا بود. اولا هیتلر غلط کرده بدون فتوای من آمده سمت تو. خود شیطان اینجا هفته 3 بار میاد پیش من کلاس تقویتی، خودش تنفیذ لازمه. الان روزی 5 بار میاد دستبوس. اگر من نبودم تو یک کافه گلاسه دستت بود، تو دانشگاه بغداد داشتی سود میزدی. لاکن اینجا زیاد گرد و خاک نکن، وگرنه فتوا میدم چنگیز بیاد ساتوریت کنه وا. بابا من پیش این یارو فعال حقوق بشر به حساب میام. آقا یکی بیاد منو از پیش این هیولا ببره. داعش این عمل ضد انسانی رو المحکوم میکنه. لاکن ببند دهن تو های ابلیس. بیا این جوجه تروریست را وردار یه گوشه جیک جیک کنه. اینطور که بوش میاد بعد از به درک واصل شدن این بغدادی، حالا سیدعلی بی سپر شده، یه جاخال پیدا کن، اونم به زودی سر و کلش پیدا میشه. بله چشم امام جون. بیا داداش بیا ببریم. با گنده تر از خودت در نیفت. این یارو اعصاب مصاب نداره، از همه نادختره، بی خیالش شو.